ماجرای این فیلم مربوط به نیم قرن پیش است. قصه آدم‌هایی بریده از زندگی و آویخته به دامان نیستی. این داستان پیش از به وجود آمدن نظام اجتماعی نوین اتفاق می‌افتد. سلام مشتسخر. سلام سرکن. روز از نو روزی از نو. چطوری مشتسخر؟ قربون دستت یه لیوان از اون شیر دو آقات بریز ببینم. چه؟ یه خوردم از اون روحش بریز. من روحش خیلی دوست دارم. خب مشتسخر با کار و کاسبی چطوری؟ خوبی؟ شکر خدا میگذره، روزی بچه ها میرسه. اون شکره بده. بفرمو جونم، اینم شکر نوش جونه. الهی شکر. سرکار مثل اینکه دعوا شده. بچه داری بچه جان سب کن سب کن اصل کاری داره در میره. اوناشش. وایسا ببینم.
نفس میزنی؟ چرا پیرنت پاره است؟ یه چیزی بیار بخوریم. غذا میخوای؟ از شب مونده. نه. پس چی میخوای؟ همون نون چایی رو بردی بی جلو. همین. بجا. اون قندو بده به من. بیا. چرا موهات دورده؟ چته؟ هیچی. چرا صبحونتو نمیخوری؟ خب تو میخوری دیگه. چیه؟ چته؟ هیچی. تو فکرش چی هستی؟ تو هم حوصله داری یا؟ رسیق است. خیلی خوب خدا نیجوه صاحب کنم یازده بابا ساداش کن. یازده بده. چقدر شده؟ این 1200 تومنه. تا صحنه را آخرش حساب کن. بسم الله فلشه. خیالت راحت بشه. گوش کن، کسی مرا خواست من تو باید خونم. خیلی خوب آقا است دارم. آمتی زودتر جعه میواره بزن، نزدن اینقدر اینجا تلم بارشه. الان میبره. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. چایی؟ چایی؟ چایی گوه خانه 2 تا چای بری بیرون. بهش باشه. چاکرم بفرم. بیرشی آپسته یه ترش برد گوه خانه 2 تا چای بهش بری بیرون. دارین دوری تدرم تو دیسک بازی جوزی تازی بود. اگر گرگوزی از زمان دیل براد هوری همه رگو همه جوری یکی بلا ابلاتی ماریدی یکی در با خورده و چایدی فلان شابجی بلندی. بیا بابا بیا. من دستت همش 5 داد. خدا برکت بده. شما نمیدی چند کنی که برو همون. آها
تو میری کفر آدمو در میارن و سلام آقا عبدالله. سام آقا چاییم بارا تو رد کردی از تو لخواه واسه بار ما رو نخور، بار ما رو سرتیر بره. محمودی من بهت نگفته بودم دور و بر اون ناحیه نفلک که تو من گسته لخواه شنافتم شبا میره اونجا موس میکشی. حتما خیالت برات داشته. چی داره میگه؟ ایناک تو بمیری ما دیگه انقدام نامرد نیستیم بابا. راست میگه دیگه آقا عبدالله. نه تو میری باورم شد. ببینم بچه ها این آق برزوه امروز صبح این برا نهیدینش؟ نه شنافتم امروز کل سریه از بچه های سوم پس خونه ریختن سرشو خواستن که چه؟ هیچی والا میگن قصر در رفتم. جای من خالی. اگه اونجا دهان از روزگارش در تو میاد. دیگه در دهن تو دم بزن. دهنتو بزن با حالا میبینه 6 ماه خفه ما مرده و شما زنده. اما خودمونی ما تو نمیری خیلی تیز هرچی تیز باشه دست ما نمیتونه مثل داره. اماره دیگه از تو لخواه پسر ما همینجوری بذاریم یه تازه واره در راه برسه اون نخه پرک بشه اون بپیچه به شسبای ما رو به زمین بزنه. آخه خیلی خوش دسته. اگه تو بعضی چیزها رو ندیده بگیری و زیر سیبیلیت درک کنی ما زیرابشو میزنیم. بابیش بلا نیستی هره منظور ببینم داشت اسما تو با مایی یا نه؟ که با شما نه نشو میخوام ببینم تو با مایی یا نه. آره دیگه با شما نه میخوام ببینم با مایی یا نه. گفتم که با شما چی به من میرسه؟ هرچی بخواه قول میدی؟ بفرما اینم قول. قول اصل قوله. باشه اما امشب نمیشه اونجا رفت. چی؟ نمیشه؟ نه اوضاع خیلی خیته پیته. واسه چی؟ جامونو لو دادن از تو لخواه. پس چی کار کنی؟ با میریم پیش اکبر بیارزه با آره با بعد نیست که اونجا راحت اونجا تره. خیلی بهتره. خیلی خوب اسمال جون ماوقیش دیگه با تو. باشه ده زبونم اینجا بیا این بارو خونه بهش بگو من الان میام. خب بچه ها یا علی من رفتم. حسین جوجو میره به اونا خبر میده که کجا بیان. یا علی قربون شما فرما بیشین راحت بیشین. آخه دعوه چیستت چه بیار اینجا. آمارته چاچای ما چی شد؟ خب چی داشته میگفتیم بچه ها؟ سلام. ببندیش تو. کجا برم آقا؟ گارد ماشین. کجا دادش؟ قبرستون کنه. خدا برکت بده. ای آقا ای بیاین بقیه پولتونو میگم.
خدا بیامرزدش. خدا آباد شما را بیامرزد. سلام علیک. سلام عباس، چطوری؟ بیا بخور، خیرات نوکرتم. خدا رحمت کنه. انگار پیداشون نی؟ بالاخره میانشون. یه موقع ما باس بریم زیر این خاکا. فعلا که روش هستیم، وقتی روی فکر زیر رو نکن. این ننه مرده رو نگاه. تفی. آره. چند سالشه؟ جوان ناکام فلان و فلان فرزالله شد. پسر ما هر کی رو میبینیم جوان ناکامه. پاخه کی باکامه؟ چه باکام چه ناکام، اینجا تایی خطه. نگاه چه گل سرخ که بالا سرش در اومده. بسا چرا کندیش؟ خوشگله نه؟ آره اما حیف شد. اینم علی تاتار اومد. سلام نکن. سلام به رو ما نشد. چنگوله؟ چیه؟ چرا کیسه قم جا میخوره؟ تا جون از در جون از در رفتی یا ای رفته بودی نمیگفتی. دستت باشه یکی طلب من. دو تا طلب تو. آخه اینم جاست که خوش کردیم. بلنشیم بریم بیرون، بریم اقلا لب خواهر. آخه اون ناکسا که نیومدن. ناکس اول اومد. سلام علیک. بچه بریم کجا؟ یخچال. الباقی چی؟ با اونا چی؟ نمیام. امشب بینیم یخچال پیش اکبر بیارزه. علم بقیه هم اونجا. یخچال؟ آره یخچال. چرا اونجا؟ اونجا خطر جمع‌تری. آره با هرچی باشه این خرابای قبرستون بهتره. رایشیم بریم بچه. بریم. انگار خیلی سوختی خلیفه.
میدونی داشتی بدبختی های زندگونی نه یکیه نه دوتا نه سه تا نه 4 تا 40,000 تا. ببینم داشت تو ثقاب بلدی؟ بابا خفه شدی که اگه نقش بیاد پول داره، ثروت داره، دارایی داره، مال داره، زندگونی هم داره که من دوست دارم. حالا اگه سپلش بیاد پول نداره، ثروت نداره، دارایی نداره، مال نداره، زندگونی هم نداره که من دوست ندارم. بابا یارو سرش رفت سکوت. همینجا نگرده داشتم جلو همین در قربون تو. خوش گلده بیا با داشتم پس من حساب کنم. برگشتن حساب کن که پیاله میره. ماش برزو لابد امشبا میخوای ببری. بایزه باشه ببینم نکنه کلک ملک میزنی برتو؟ کلک هیکلته کافر همه را به کیش خود پندارد. ما نفهمیدیم واسه چی ما نمیبره. خب نقش میاره شما میتونین نقش بیاری. یالا بچه ها بجنبین که صبح شد. اونشی بچه ها اونشی باش بینیم ببینم دختر بیا هکا بیارزمون چوب برده ببینه. یا او قاپارم ورده بیار. قربون دست دختر. رفقا چپاتونو بذارین جلو. چپ این چپ بنده. اینا مال ما ظاهر باطن. علی تاتار تو هستی یا نه؟ آره هستم. تو هستی؟ نه من نیستم. معمولی سر از توه. باشه من میرسم. اصلا بخون تو؟ گفتم این دست من نیستم. ای تو؟ اونه که جلته میخواد دوباره برشه؟ نه باشه؟ دوباره تو؟ دونه 5 چوق دوباره برشه؟ 3 برابر شه. خواست کسی حسابه داری؟ آره معطلش نکن. باشه تا خلیفه؟ نصف مال برزو. جوجو میخونی؟ دچو دوست دارم بریز بره با استفاده از کاسکوزه. آره بریز معطلش نکن قبول. نیم غازه علی تاتار جایی. مالیده چرا مالیده؟ چرا چه کنه؟ دوباره بریز. عیبی نداره دوباره بریز. برز کن بی خودی مالیدش نکن. بی خود مالیده نکردم. دوباره بریز. قبا را پس پیش بگی. قب اوسترم بازیشته. کسی مالید سابیده نکنه. بریز بینم. بریز بینیم. که خدا بازه. مال من 9 تا 5 تا 45 تا. پولم بده میرم. میرم 45 بفرمون بود. ردش کن. قربون دسته. بده به من. شیطله چقدر میشه کاسکوزه؟ 18 و 8. بیا این 20 36 هم از جیبت بده گله بعد. 9 تا 9 5 تا میشه 45 تا. 3 برابرش میشه 135 تا. شیتیل تو میشه 6 چوق و 7010. بفرست بیا. بده. نصف 135 تا میشه 67 تا نیم. ابا تو هم محمود بگی شیت داشتم زود ردش کن بیا. خب کی میریزه؟ شما میریزی برزو خواه؟ اصلا نمیریزه. چه خود راضی؟ چی شد؟ دهنت میماسه اگه یه چی قاطی اسمش کنی آخ پسر. نه بچه خب داشلی هم که نه ما که قابل نریم خود بره ناکرتم. محمود یه دلخوری بور بزن. خوش کردم اول تو بخونی. اینا بخونم بعد من میخونم. باشه بخون خلیفه. هم دونه 10 چوب. گل خوندی تو حسن جوجو. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 50 چوب بریز بینیم. 50 چوق سر راست. آقا دول دانه 10 چوب. تو بخون. خیلی خوب داشتم ما هم 10 چوب. بریزم یکی میخونی. بچه که میخونم. چقدر؟ گفتم چقدر؟ 2 برابر از سلخان.
دلسوزی که نره داشتم پول مفت باز بره برنسا پاسپورت بچه قبول؟ قبول بریز عباس خلیفه دونه 10 چوق اون چی که تو دستشه، جوجو هم 50 تا سرراست، اسدالله هم دونه 10 چوق اون چی تو دستشه، محمود فراری هم 2 برابر دست اسدالله، علی تاتار هم 10 چوق عشق است. پاسپورت قبول؟ قبول بریز خیلی خوب. 40 گل عباس خلیفه جی یا قمر وزیر. نقشه جلجه بشین بازقا شلوغش نکن بشین دستو واکن. بگو دستشو واکنه. واکن دیگه. اصلا خان 100 چوب محمودی هم 200 تا با 50 تای جوجو میشه 350 تا. عباس علی هم روش میشه 385 تا. رو هم رد کنیم بیاد ببینم با مال ما رد کردیم ما. کاسکوزه حسابه. بگی با این کاغذ مچولای بیزه اون ببین پیش کیاس تو رو خدا. خدا یا خودشم بد میشه ما. آیون بخونیم با بخونیم با اجازه بخون بینی محمود خان. محمود تو محمود خان بخون. من 2 برابر اسدالله خان میخونم ما هم 25 شد 25 ما همون درد. خیلی خوب. اونم قبوله. محمود 3 سر اون چه تو دستشه آقا اسدالله دونه 25 تا. همگی تو گل خوندین. دست باش اون پنجره باید بوشه شلوغ نکنه یکی چون همگی مشتی میره به امام مشتی میره. شما خدا 45 تا چیه؟ کاسکوزه حساب. 5 تا به نظرم اون جوونه برده چیکار کنم این همه پولو؟ من تو پرسیدن تو از کجا میدونی؟ محمود فراری. محمود سرباز بخون بینیم با خوابیدی رو پولا برو شما بخون. آقایون اگه کسی نمیخونه من کارکاری بخونم. کاسکوزه حساب. زودتر. چه برده دیگه چی شد آقا اسدالله؟ اتفاقی افتاد. خوشی بچه های اسم عرق بخوریم خب بخون بینم. بخون سرباز فراری. نه بلند شی اسکان عرق بخوریم آره بر نیست یه ساعتی نفس بگیریم تا بعد بلنشیم بچه شناختم کد جلوار پالتومی. آقایونی که پول ندارن خجالت نکشن میتونن از بانک وام بگیرن. هکی بیارسه بینا رو جمع کن با بینا رو جمع کن جوجو میگم چیزه ده ترسیدم تو مرض داری بسا. مرض داشتن دارم مریض خونه. سر به سرش نزو پس میافته بچه مردم. اکبری بله آقا. یه مقدار عرق و کباب وردی بیار تونتر چشم آقا بچم بینم بیکاری سر به سرشون. بیکارش باید دنگ دنگی بکنی. آتیشتو دوش دارم رد کن بیاد بینم. ببینم بابا بیا اینم سهم شما ها. برش تو باد نورده. هم خوب میکنی تو نمیری جون میده بس بچه بیار درکی بیار آره جون خبرم که خط سنون داشتم دعوت ببین چطور من رو تو خرجمون سوار کنی. حالی نه تو هم میدونی جایی نمیدونی آقا برزو شما چه نمیخورین؟ بعده که یه لبی تر بریم کجا؟ خوش بیا. بریم رو معجم بریم کجا علی تاتار خان؟ ما اینجا رفتیم جز فقرا بردن و قردش نبا آی اکبر بیا اینجا. اینم یخچال که واسه شما میگفتن خوش دستی میاره. من نمیدونم این ناکسه چرا اینجا نشستن. چه کلکی تو کارش. دست خوش جان تگریه. برو. این طرف مست بشه خیلی خوبه. ترتیب شو میدونم چیکار کنم. دیگه با خودت یارو زود کن به جمعیدم چیکار کنم موافقی که تو قهوه‌خونه قول دادیم. سلام. نوش آخه این درست نیست تو پاشه چشمه بیا تا ببینیم بعد چی میشه. باشه. سلامتی اوضاع سب کنین شلوغش نکنین. چیزو بزنین چیزو سر بازار چه گنو بنده کن. قرمون دسته مزه دوش دارم قرمون تو باسه
گفتم بریز داشتیم می گذشتم شبی زیر بادارچه قلبم اندر چشمم افتاد و دیدم زنی روز زیر عینک چشمکی زد و بردون دل منو با اون چشمم دوش دارم تا که اون را دیدم جون بشتویدم با تشکیل جرأتم نکردم یه قدمم بذارم در پیش جرأتم نکردم یه قدمم بذارم در پیش اینم به شانس خودم یا قمر وزیر بس کجاست قمر وزیر بهت کمک آیم پولاشون رد کنن زودتر آیم پولاشون رد کنن آقایون بردن میخنده بس بخون داشت برزو 1.25,000 هرچی جلومه قبوله اون چی که جلوشه 1.25,000 چایی خدا چطوری داشت برزو بیا ردش کن ما این پولا زیاد باخت بشورمش بشور بیل دست نکن معمولی تونتر چشمه میاد بله خب هر که هرچی خونده گل خونده اینم به شانس آقا سلای گل یا قمر وزیر قبوله آیم پولاشون رد کنن زودتر جمع کن آخی رو بخندی میل غزر قیافا بله من جمعش کن انگار رادیاتم جوش آورده باز بزنم گاراژ راستی شنفتی که چی میگه؟ نه چی میگه؟ میگه دم گاراژ بودم و یارم سوار شد در رخ بابا باختن که معتب گرفتن نداره اکبری باشه چرت نزن باد چراغت مثل باد بعضی خالی شده یه تلمبش بزن به روز اونا نیافته رخ کنی آکبر یخشیکنو بیار بینم چه داداش من ناکسه با قاپ پر کرده بازی میکردم اخداری درج کرده
این خط اینم نشون باشه به موقعش. اینم حربه نامردیتون باشه واسه خودتون. ببریم. شما واسه برین پای دیفال ایزگیل بندازین. شما رو چه به سقاب عدسی جانم عدسی. به 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 چه عدسی مرهم سینه است. عدسی خوردن که دیگه استخاره ندارن. عدسی عدس داغه عدسی. هلا الهی با امید تو نه با امید خواهد. سلام حاجمو. چی میخوای؟ پول. پول؟ آره. پول چی؟ پول مریم دختر برادر خدا بیامرزت که بالا کشیدی. برو بیرون مرتی که یلدنگ. آخه من پول ندارم. داره دخل تو واکن بینم. بیا حالا بازش کن. به جام. آخه این پول ها مال مردمه. یالا دست نکن وازش کن زود باش. تو که میگفتی پول نیست. اینا مال مردمه. دیشب دیر وقت بود بانک بسته بود. الان شاگردم میاد که ببره بانک. راستی همشو ور نمیدارم. نمیخوام پشت سرم بگی که دوم آدم زورگوه و پول زور میگیره. بیا گوشم سر جاش. ما رو بس. همین بحثمه. یه وقت پشت سرم صفحه نظری بگی اومد دخلمو خالی کرد. اینم وردشم که یه وکیل واسه مریم بگیرم. آخه این پولا همش مال اونه. خداحافظ حاجمو. چه روزگار نامردیه. توف
صبح اول صبحی چطور آقاتمو تلخ کرد؟ سلام. کجا؟ میخواستم برم نون بخرم. غذا پیدا میشه؟ میخوای واسه کله پاچه بگیرم؟ نه، یخت نون پنیر انگور بگیر. خیلی خوب، پس بذار بادیه رو بردارم. زود بیا یا اومدم. اومدی؟ آره. انگورشو واسی؟ آره سر و حوص. سفره رو واکن. لای شکرت. چرا همش منو نگاه میکنی؟ خب تو هم بخور دیگه. می بخور. خوشت میاد من میخورم؟ آره چرا که خوشم نیاد. بعد 2 دونم تو بزدنه. خیلی خوب میخورم. تو که داری منو دید میزنی. خب با تون بخور. دارم میخورم، چجوری بخورم؟ سفره جمعش کن با یه چای بده به من. باشه. خوردم به ما نیومده. مریم چی؟ اینو از کجا آوردی؟ کتابو؟ آره. خریدمش. کتاب خوبیه. خریدم که تو تنهایی بخونم. خوبه. برسو من تو تنهایی اذیت میشم. درست میشه. آخه کی؟ قصه‌شو نخور. برسو من دارم دیق میکنم. آخه کی؟ با من که همیشه پهلوتم. معنی پهلو هم بودنم فهمیدی. آخه میگی چی کار بکنم؟ همونطور که زن و شوهرای دیگه هستن. از اونا که خیلی بهترترین. غیر از اینه که اونا روزا هیچ موقع پهلو زنشون نیستن. بابا عوضش من که صبح تا غروب پهلو تو هم. آره هستی اما خب
آره میدونم من خستم فعلا خوابم میاد. آره خسته، باید بخوابی، اگه نخوابی خسته تر میشی. اون وقت مای تو نهار نخوردی؟ خب دارم میخورم دیگه. حالا؟ پس کی؟ الان ساعت 4:30 رد کرده. دوست دارم با تو غذا بخورم. اگه نمیخوای. چی شد؟ لا بچه نشو، بلنش بریم تو همسایه ها میبینم بعد خوبیت نداره. قجه تو گریه نکن. یعنی چه آخه من که چیزی بهت نگفتم. ورشویتون لعنت. خیلی خب بس دیگه گریه نکن. من خدا میخوام با تو بشینم غذا بخورم. بلند شو باری کاله دختر. دلم کن. بلند شو جونم، من منظور بعده که نشتم. نمیخوام برو کنار. گفتم چرا تا حالا گوش نموندی؟ من که حرفی نزدم. برو دوست نشو برو کنار. دلم کن. بلند شو ای پانش غذا بخوری بعد میبینی. گفتم نمیخوام برو کنار. دوست نکن تو برو کنار. بلند مرگ من یه لغمه. گفتم نمیخوام. جونم نمیخوام. مرگ برزوی. بله بی زحمت اون دیگ بزرگتونه بدین همین الان. دیدی چقدر بد شد. دیگه بزرگ واسه چی؟ مگه چه خبر عقل خانم؟ مهمون رسیده. از کجا؟ مادر شوهرم اینان از زیارت کربلا اومدن. خب به سلامتی. قربون شما. آی آبرون رفت. چه بد شد. فهمید؟ خب بفهمه. آخه بعدی آدم نمیتونه تو خونه خودش یک کاری بکنه. مالم اختیارشو دارم. الهی شکر. دیگه نمیخوری؟ نه سیر شدم. لاکردار فره خالیه. راستی داشت یادم میره. چی رو؟ بیا این مال توه. از کجا آوردیش؟ از عمود گرفتم. عمو؟ آره گرفتم یه وکیل بگیرم تا پولای تو رو که بالا کشیده از حلقومش بکشم بیرون. پسر مگه اون میده؟ با اوناش دیگه کاری نهشت وارد. اگه بگیری که خیلی خوبه. میگیرم. مریم جون چیه؟ میگم که بگی. نه از این نمیخوام. پس از قلک بردار. پاشو بردار بیار. خیلی خوب. یا شانس. پره؟ آره دیگه بشکنش. نه تو بشکن. تو بشکن. تو بشکن. بشکن دیگه. خیلی خوب. بشکن. این همه اسکن؟ نگاه کن این پولا رو جمع کرده بودی. آره بردار. جونم خیلی خوب. من 20 برمیدارم. تو آدم 20 میارم میذارم سر جاش.
یک دیگه برداشتم. بازم بردارم. اینو برداشتم. ببین یکی از اون کوزه‌های سرشکسته رو ورد و درستش کن، پولاتو بریز توش. خب من رفتم. کی رفتی؟ آسان به حکمته رد کن بیاد مسافر دارم زود باش بینم. نه کس دست با کنم این کف رفته شست تو با کن. چرا چه کنه؟ محمود به امامی که قفلشو گرفتم اگه وانه شهرت میرم یالا چه خیال کرده. نه کس میخواست کلک بزنه. ببینم حالا کلک از تو بود یا از اون؟ تو سپلش دست درد نکنه کاسکوزه با اون چشا. خب باز بدونم یا نه؟ مای چشات آلبالو گیلاس میچینه. راست میگی دیگه اسمان محمودش کلک میزد خودتم دیدی. نفهمیدم تو رو سننه مگه تو کاسکوزه ای؟ به تو چه مربوطه؟ به اون همه چه؟ چرا کاسکوزه میخواست ندید میگیره؟ محمود باز 2 برابر بدی. واسه چی 2 برابر بدم؟ نمیدم کاسکوزه حساب پسا میبینی بشرم اینقدر نامرد پاف به این ساق فرد. عیبی نداره محمود بده بیاد با 278 تومن و 5 تا 300 در راست مال اسدالله خان رو هم میشه 578 تومن و 5 تا 120 چوق مال محمود تومانی 10 چوق میشه 1200 رو هم 1980 تومن و 5 تا شیتیل آیجیت هم رفت. خب کاسکوزه حالا اومدیم سر اصل حساب چی؟ 1200 چوق دیگه طلب دارم تا اون یه آخرش هم میگیرم. طلب چی؟ من محمودی میخوام. من که همشو دادم. نداشی تو 1000 تومن میخواستی کلک بزنی و من با کرکری ازت میگیرم. من حسابم دادم یه شم بده کار نیستم. برزو خان حالا میشه نایده بگیری؟ واه زررش کاسکوزه رو بسته. من بده کار نیستم یه شم تومن نمیدم. نمیدی؟ نه سپلشک من میگیرم خیلی هم خوب میگیرم با کرکری هم ازت میگیرم. ناکس دقل خیالت با دست چلاقا طرفی دوست نامرد. سالش کن برزو کسی احتیاج به پول تو نداره من تانشو میدم ولش کن. چی رو ول کنم به تو چه هستم؟ گریه رو تو میرم پول نده بلا ساعتو کلف نکن. یکی بینم 1 2 3 این پولا رو برده برست کس کارات خرد کن. درک اقا خودتون رو اصلا برو عقب ببینم چی میکنه. برم چی میکنه. به صورتش کنی رو غلط کنی به تو چه پولی بدم؟ چه طلبی داری؟ بکن بینم بابا غلط کنی بذاری تو رو امام میشی که نکنی تو غلط نکنه دیگه. حالا چرا باید چپار رو؟ کنی تو حسابشو برسم آخه نامردی چقدر داری چقدر پر رو به بزرگی خود نداره بارزو خان اون کتک خود هست عباس پولان جمع کن ببینم شما بخواه بیا بارزو خان پولان جمع کن عباس حرف دهنت بفهم تو رو خدا نمیبینی با چه کسایی ما واسه باشه شما را حیف ما حیف این 50 ما شما رسمی کوتاه زود باش بسن جمع کن بهش بده آقا میخواد منو بزنه. خیلی خوب بسته میخواستی منو بزنی آره؟ بفرمون دمی منو بزن شده آتیشش بزنم نمیتونم اونو بخورم. خیالشون رسیده. بدش من کتم کو همش تفسیر تو دیگه کاسکوزه. ما نه شو ببخشید چرا ندی؟ آدم یه دفعه ندید میگیره. طرفو قاسم شیره‌ای پاشو پا چراغیتو جمع کن. سلام علیکم. آله بگی بابا داد شما در نکنه بفهم چنیم برو اون جنازه رو بنده بیرون خزینه رو کثیف کردم بریم کاسکومو برشون کن بسه تو خودشون. برو خلیفه برو نامردا هر موقع که ما میفتیم تو عجل زرق میزنن در میرن انگار که ما اصلا با اونا نیستیم. آره ما رو باش که همیشه سپر بلاشون میشیم. ای کلم کو برو پیداش کن. بابا تو همش دنبال کلاتی بیا تو به نتنزه به سره. ای زرد میزنه این چند هست باشه زورشون به ما میرسه با من کفگیری میکنن. همش تقصیر این اسدالله میرغضب نامرده ما رو میندازه جلو خودش در میره به امام اگه کارتش نکردم حالا میبینی حسین جوجو نامرد روزگار بهت نشون میدم. جان محبوب دل من
ای که از کوچه معشوقه ما میگذری. چه خبرت؟ مردم خوابم. و تا چه؟ من همون ازت گرفتم. محلمونم میخوام بخونم. ای که از کوچه بچه پر رو معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند. ناکس حالا کرکری بخون. اون پایین چه خبر است؟ فاطمه لباس تا پوشون سگ آب کن بده ببینم چه خبرتون است؟ مردم بسارا کیتون مشتی کیتون چرا همچی کردی؟ مهمه رفت کنی پیر مرد. اگه راست میگی بی پایین بیا پایین. کجا رفت؟ ما اگه دستم بهت نرسه نامرد نالوتی. بیام پایین ها نامرد شکار هم دستم پر داد. کجا رفت؟ ما اگه گیرش نیارم. سلام. سلام. چی کار داری میکنی؟ میگم چی کار داری میکنی؟ چرا نخوابیدی؟ چرا لباسات خاکیه؟ این وقت شب دعوا کردی؟ منتظر تو بودم. از کی تعالی؟ از اون موقعی که زنت شدم. خوابه بابا زنت شدم. حالا دیگه نمیخواد واسه ما آب قوره بگیره. کجا بری؟ باز این رفت تو حیات. برگرد زن جا تا مرگ اونجا. یعنی چه؟ تا یه چیزی میشه زرت میده و بیرون و گریه رو سر میده. شیطون لعنت. لعنت به کسی که آرزوی زن گرفتن داره. اینه تو شکر. آخه آخه یکی نیمه که استغفرالله چجوری خلقمونه کور میخونه با سبتو شد شیطون دل سیاه شیطون لعنت. دل آدم کباب میشید. یخم گرمه. مریم آخه واس چی گریم؟ آخه واس چی گریم میکنی؟ مریم الهی دورت بگردم ببین چی میگم. مگه من حرف بعدی زدم؟ خب میگم چرا تو حالا بیدار موندی؟ واسه خودت میگم دیگه عزیزم. دلم میخواد بیدار باشم و بیداری تو رو ببینم. چی بگم؟ چطوری بگم؟ یخت دیگه دندون رو جگر بزن. همسایه ها خوابیدن، ما نمیخوابیم.
دست خلیفه پوچ پوچه دستم پوچه مال تا پوچه سب کنی بچه ها گل علی چون بنده این تو زود باش ردش کنی تو بنده میرم خیلی خوب فهمیده خیلی خوب نکن بازه بکن چه جوازه بکن همونی ازت میگیرم روزی کم میکنم تو میری این تونستی بگی خیلی خوب گل پخش کنی کار داریم گل پخش کنی تو پس میری گل دیدم دست اونه که رنگش پریده محمود پریده دستت پوچه دم میخوام یه ضرب بگیرم میخوام یه ضرب پوچه بفرست بیاد دارو بیا گل دیدم باکم بفرست بیاد آقا اینا گل میگرده چرا آرزه میخواد آقا اینا میریم شاگل بازی بیسته که بریم بچه پوچ خیلی ما تماشا کنید این گل میبینید ببینید دیگه ببینید خوب تماشا کنید آقا گل میبینید ممکنه بعد نبینید آقا گل باید یکی نگه داره نباید کسی گل لغ بده نگهدار گلو تو گل نگهدار لغ نده خودم نگهدارم لغ ندم خودم نگهدارم دست کیه گل دیده بابا گل ندیده دیده گرفتم اصلا من بگم ممکنه تو اشتباه بکنی اصلا تو حتما اشتباه گل بازی میسته کن بده بیان چیا؟ گل بازی میسته شاگل بازی میسته کن بده بیان آقایون برم قبوله؟ بله بفرما پوچه خیلی کردی بابا خیلی کردی اصلا تو بچشناک پول است نه جان است که اوسن شبدش کم اما اگه اینجوری تر ما نباختیم سکم حروم ترتون باشه حروم حلال میخورمش حلال میخورمش چجور میخورمش بابا میخورمش بورو میخورمش بسته دیگه پوله گوش میشه چی اگه به زنبوری که تار میزدی بابا جون جون بابا درخت مراد میده درخت مراد میده مراد دخت کنه علی لوس میشه دیگه بس کن تو چه مربوطه تو همینی تو اول کاره بابا جان دوام من نمیشکنم بشکنه اینجا آب داره سراخ را آب داره بشکن من نمیشکنم من نمیشکنم تو چی کنه چه در بیارم تا میره گفنده میشه چه آب داره نشمه چی داره میگه ناچه تو جوش اصلا شورت خوش میشه بعد فراری بعد آره نشونت میدم نامم چی که نشون میده بلم کنه جگرش در برم بلم کن محمود چرا میرم تو چاقا میکشی میکشم تخته کنین سلوات بفرستیم با برخرمگست معرکه لعنه تو نمیره این نرسیدی ناکام شده بودم خوب شد اومدی باید یه کار لازمی هم داشتم کتم جا گاشم مرد کتی میبری دندم خفه شدم بریم بیا خلیفه نشت ما یاد نره مالشون از هم میگم با هم شوخی نکن آقا دعواتون گوشیدی خب پسا تو کجا بودی؟ چرا دیشب نیومدی قمار؟ دیشب؟ آره آخه دیشب اومده بودن قرار مدار عروسی آبجیمو بذارن گیر افتادیم خلاصه گاشتیم واسه امشب که تو هم بیا من؟ آره ننم گفت که حتما شما باشین اتفاقا میتونم بیام خواه قربون تو من رفتم اما شب یاد نره ها باشه حتما مریم خانمم بیا باشه میارمش قربان سلام ایوا زری چرا قلیونو نمیاری تو؟ ننه من خجالت میکشم خودت بگی ببر واه خاک به گورم نکنن خجالت میکشم خودت بگیر ببر یالا پاشو بیا تو میخوان رو تو رو ببینن آخه نیومدن که رو منو ببینن پاشو از دخترهای حاجی یاد بگیر فهمیدی؟ تو هم مثل دخترهای حاجی باش دیدی چجوری خودشون جا کردن با اون سن سالشون با اون شکل و شمایلشون خوبه که تو نصف سن اونا رو هم نداری الحمدلله از اونا هم خوشگلتر و مقبولتری کاش من جای تو بودم یالا دختر من میرم تو هم بعد یه دقیقه قلیون ورشت بیار تو خوب بارکن
جان کلام یالا خانم بالا بفرمایید یالا قدمتون بفرمایید یالا میدونی علی دنیا عین لنگ همونه هر بچه به قد کمر یکی بسته میگه خود جوادم بپرس بیزاره سلام دخترم سلام به رو مات زری خانم ماشاءالله به خیلی ممنون دست شما درد نکنه سر شما درد نکنه ایوا زری جون کجا داری میری؟ شیرینی بگی جلو مهمونا تعارفشون کن. آره دخترم برو آخه ماشاءالله ماشاءالله دختر خوب دختری خانم جون خوب دختری ایشالله شیرینی خط نسونه بچه ها دخترم یعنی ما زنده ایم خانم خیلی باید پیش ایشالله مبارک باشه زری بله ای بخواید به سر یاده خودت زری نه رو دیدی آیزده ما رو شیرینی هاش ریخ با دست خوش خجالتی بود آره مادر دخترم خجالتیه خیلی هم خجالتیه آره حیوانی دختر با حیاییه خب کبلی چی میخواستی بگی؟ والا میخواستم بگم با اجازه شب جمعه همین هفته جشن اختونانو بگیریم اجازه ما هم دست شما البته اگه میشه والا میدونه خودمون هم نمیدونیم ولی اما اگه والا میدونی کبلی اگه اجازه بدین یه خورده بندازیم عقب تا اینام دست پاشون رو جمع کنن و همچی آماده باشن خیلی بهتره بله اگه چند روز عقب بیفته خیلی بهتره آخه میدونی ای بابا شب تولد حضرت چطوره؟ خوبه قمر در عقربم آره خیلی بهتره شب مبارک خیلی خوبه چند رو دیگه مونده؟ 10 دیگه مبارکه آیزنه ما بالاخره صحبت آیزنه رو ایشالله مبارکه بله الهی شکر ایشالله به پای همدیگه پیر بشن الهی خجالتی واسه ما دهنتو شیرین کن مادر سیگار بذار بعد شیرین کن یا تو هم دهنتو شیرین کن آبجیت خوشبخت بشه بفرمایید دهنتو ممنون خب دیگه این شطوریه که در خونه همه خوابیده در خونه ها که انشالله آینده ایبا خواهر ترسیدم زری مبارکه چی شد مریم جون؟ 10 روز دیگه عروسیته برو جون تو راست میگم چه شب خوبی هم هست خب بزی دهنت یا با اجازه زحمتو کم میکنه خواهی به سرم اختیار داریم خونه خودتونه مشرف بفرمایید نه خیلی نمیشه بفرمایید بله میدونه چی کار باید بکنه قربون شما خیلی زحمت بدین خداحافظ شما خداحافظ خیلی خوش آمدین قدم رو چه؟ ساعت کم نشه نه اون چراغ روشن کن چراغ حیاتی بله چشم خوش اومدین تو رو خیلی زحمت نکشین مشرف فرمودی خونه خودتونه ببخشین اگه بهتون بد گذشته ایشالله دفعه‌های بعد دیگه خونه خودتونه خونه درویشی متعلق به خودتون خیلی خوش آمدین سرفراز کرد بفرمایید خداحافظ شما خب به سلامتی آبجیتم که عروس آره دیگه افتین تو خط خدا ارحم الراحمینه خب خانوم بالا با اجازه ما خصم میشیم ایوا برسو خان شما کجا یه دقیقه بعد بگذرون باز بریم دیر وقت کدوم الان تازه نه والا خیلی زحمت دادیم اجازه بدیم بریم زودتر بخوابیم ما با شما خیلی کار داریم با ما که غریبه نیستیم اینجا مثل خونه خودمون خدا کمتون نکنه با اجازه ما هم دست شما به سلامت نه چقدر تعارفی علی حالا نوه کوتاه اومد ماشاءالله زحمت نمیشه به مریم بگیم بیاد که بریم چشم مریم خانوم مریم سلامت خیلی خوش آمدید قدم رو چشم خیلی زحمت کشیدین مریم خانوم الهی که هرچی از خدا میخوایی بهت بده تندم ما سر میزنیم مادر قربون شما بری حاجی مکه ایشالله که جدم بهت عوض بده قربون شما خداحافظ مشرف مادر مشرف خلاصه قمار رو گذاشتم کنار امروز رفتم امامزاده توبه کردم قمار عاقبت نداره اونم واسه ما که زن بچه داریم آره خوب کار کردی بس دوتاییون بریم کاسبی کنه منم میرم توبه ایشالله بیبریم مریم جون
خب داشتی ما رفت قربون قدمه. بیا بابا. خوش اومدی. خداحافظ. به امون خدا سایتون کم نشه. راستی برز جون من کارت داشتم اما نه باشه فردا میبینم. رفت بودم واسه خونه خرید کنم. خب تو میگفتی چه دیگه دیشب روم نشد بهت بگم ما خود پول لازم داریم. چقدر لازم داری؟ انقدرهای نیست، یه ریز جازمازه که ننه واسش جور کرده. قرار شد که چی؟ قرار شد یه خود فرش و خرت و پرت اینا من واسش چشت روشنی بگیرم. خب آبجیمونه دیگه. آره آبجیمونه. خب باشه علی جان، امشب هرچی بردم مال تو. هرچی بردی مال من؟ آره. من میخوای قمار کنه؟ آره. چرا؟ من توبه نکردی؟ چرا؟ اما باز چش روشنی بدم. چش روشنی آبجی تو عروسی خودت. بریم کافه. کافه چرا؟ پاتاق اون ناکسه اونجاست دیگه. واسه قرار مدار امشب اونجا باز ببینیمشون دیگه. نه برز جون واسه خاطر من نمیخوام توبت بشم. نه پسر بچه نشو. آخه باز خودت هم عروسی بکنی مگه نه؟ قربونت نوکرتم من. اینا چیه؟ هیچی با برزه با علی کاکا. برزو اینه؟ خودشه. قربانم جون فدا برسون دست بیبرم نوکرتم. نوش جونه. برو. خب من نمیخورم به سلامتی زیادی زنده بودن بعضیه. ما که کرت مقصم بردار و تنا قربانت. ببینم بارزو مثل اینکه میونه تا طرف شیکرام شده. آره بی خیاله. بارزو بیا و سر توبت باش. چیه؟ میترسی؟ قربون دستم. آخه اون ناکسه امشب مثل که یه منظوری داره. ای بابا کی بدون منظور زنده است؟ خب بخور. باز حواستمون خیلی جفت باشه تا کلک ملک بهمون نزن. آره سلامتی. بذار زمین. به سلامتی. نوش قربونت. بایشه بزرگترا. نوش جونه. مردان سلام. خب بگونم مشتی امشب کجا باز بریم؟ بریم پیش جبار. جبار کفن دوزه؟ آره. باز چی اونجا؟ آخه باز ایز گم کنی. ایز گم کردن به اونجا چه مربوطه؟ بی معرفت ها باز هم جامون لو دادن. سلام. نو چه؟ اصول دیم میپرسی بچه؟ کسی با تو حرف نزستی به؟ من خوش ندارم بریم پیش جبار کفن دوزه. میترسی کفنتو بدازه؟ نداشی میترسم دندونای طلاتو بدوزه. خیلی خوب باشه. چیه؟ چرا ماتت برده؟ به معطل چی هستی؟ بریز دیگه برزو خواهم. برزو
چطوری جبار خوشگله؟ منتظر چی هستی؟ منتظری کفن بدوزی؟ یا دندون طلا؟ اوه کجا؟ بیشین صبر کن یه دقیقه بگی بیشین پسر خوب باریکالله. به هر صورت گازنبر و قیشی تو بذار دم دست، ولی گمونم دندون طلا خیلی بیشتر ارزش داشته باشه. از هر دو سر برد با توه. بخون. حالت خوبه؟ منظوری نشتم، میخواستم ببینم آماده ای. خلیفه رو بخون. دونه 13 چوق 14 13 12 13 ناس بمونی همچی باشه. من واسه خودت گفتم 13 واسه ما شانس داره، اما واسه تو تا بخون واسه جوجو. دونه 2 برابر عباس دوش دارم. دونه 26 چوق تموم. باشه تو محمود فراری. شوفر گاری قمار که فرار نمیکنم، چیزی که پیشم و همیشه دنبالشم قماره. بخون. 2 برابر جوجو. دونه 52 چوق تموم. خوبه تو بخون. دندون طلا 2 برابر محمود آقا. 104 چوق. دونه 104 چوق. دیگه چیه؟ میخوای منم بخونم؟ میترسم صدات بگیره همشیره. تو 3 برابر جواد طلا. خوب خوندی. دونه 312 چوق تموم. 13 بر بوبو علی. 13 چوق تموم. کاسکوز حساب روشنه. قبول؟ قبوله. ریختم به شانس. مالیده چیه؟ مالیده داشت رو 12 میشه اسناکه. عیبی نداره. با 13 می دوباره بریز. اینم به شانس جبار کفن. مالیده باخته بودی یا عجب شانس زنده با معطلش نکن، کسی دیگه حق نداری مالیدش کنه. بریز برزو خان بریز. آی به چشم بشورش دارم میشورمش. لیف صابون. اینم یه لیف صابون. یا شانس نقشه جون بنازم به این شانس. دست خوش با دست خوش. رد کن بیاد کاس کوزه. پنجه دل بکن خلیفه. نگرانم. اوخی افتاد. دلم میسوزه واسه نشکن. مال من 130 چوق میشه. چه گفتد برو دست برزو ببند؟ نبندد کسی دست برزو یه زرنگ. 2 برابر عباس خونه 260 چوق ماره جوجو. 2 برابرش میشه 520. حواله محمود خان بفرست اصل خان بیا. 520 و 520 میشه 1040. بشمون بیاد که نگرونم. بشمار. شانومه آخرش خوشه. من از اول شانومه بیشتر خوشم میاد. ببین چقدر روشنایی گره. 3 دوتا میشه 6 و 4 8 میشه 32 تا. رو هم 6320 چوب. بفرست بیاد اصل خان که نگرونم. بگی با پول بار فروشه فردا. چیزی نیست جلو من بذاره قهر میکنم تو نمیری. ناراحتش نکن بابا. مال شما لیشن. بده بیاد. آخه دلم میسوزه بازد. چقدر دلم میخواد کارکاری بخونم بخونم. دوش نرم. نوش جون اونایی که دوست دارن. بده به من. ورش نده قاطیش نکن. نه بابا چقدر؟ رو هم با 13 چوق علی میشه 10363 چوق تموم. به دست خوش با. اون وقت تو منی دهشه میشه 518 تومن یک.
برزو خان بازم دست کش مال حاجیت رد کن بیا چه خیلی چربه اطاعت دو دستی تقدیمت میکنم قربون دسته نوش جونه آخه چرا هم جم میشم من چرا با هم جم میشم من جبارم زده شد یه جبار بگی این 13 تومن تو 13 جون خوشگل دست شما درد نکنید دعامون کن خب بخون ببینم همون 13 نه باری کلا تو همون 2 برابر دوش نره تو فراری دست پیش طلا باخت پیشم تو چی سیبی همون 3 برابر باری کلا تو بریز برزو خان بریز تو چی علی آقا همون 13 چوخ همون البته بایزه آقاینو باخته 40 گل عباس خلیفه رو 13 جایی یا شانس جونم دست خوش شادمون کردی باید کارنجم بابا کارنجم بابا کارنجم تمام پولا رو رد کنین یالا بپرسیم بیاد بنداز استنشن برش نمی کنی بله من بچه مشتی بود برزو خان مشتی بود اسمان ناکس حالا دیگه اینجوریه دست خوش چجوریه خدا دست خوش یادت رفته تو قهوه خونم ما کاست کوزه ایم داشته باشه به هم میرسی صبر کن 20 تومن ما همیشه به هم میرسیم داشتی مال عروسی توه مال تو چخله زدن جبار آرزو خان 35 جبار بکو واسه ما بدلن بیا بیکی اینم یه 13 مکرر دست شما درد نکنید بله عرق بیا الان از تو بیا یه استقان غرغره کنی بودو نمیشه عرق نخوریم نه پس ما رفتیم رفقا بیشیم با بیشی خوشت میام با آخه شما میخوان عرق بخوریم ما که نستیم که یا قمار یا عرق من عرق نمیخورم داشتی کسی تو رو مجبور نکرده. آره خب پس ما میشینیم تا شما عرقتون رو بخورید من عرق خیلی دوست دارم ولی باختن دوش نرم جوجو پوش داره خلیفه اینجا حال کنی برو ساقی شجعبار کفن دوزده برو ده خب تا اون عرقشونو کف میکنم هم یه استراحت تکی میکنیم آره خوبه صبر کنیم بگی زیبی رو پنگ کنیم سر زیلو رو بگیره بینه بده من حالا به خوابونش روز بینی یه خونه بکشم اومدن خیلی خوب خیال میکنن عرق عقل به کار میندازه ولی نمیدونم وقتی پادل شدن چه بلای سرشون میاد حالیته که صبر کنیم بفرم چه پذیرایی میکنن خودشون هرچی بیشتر پذیرایی کنم به نفع دانم آورسو دانم جمالتا کشتارم بیا اینی کوچولو واسه تو ناب حیات آوردم بگیریم بده به رفیقات که هول کردن آره ببر بده به اونا که قوت قلب پیدا کنن ببر بده به همونه تا پولای مردم بدبختی که سرکیسه کردن بذارن اینجا و درن همچی که پشت سرشونم دیگه نگاه نکنن نمیخوری؟ برو این دام بر مرغ دیگرنه دوباره بچه ننه شما چتونه؟ این حرفا چیه میزنی؟ میگیریم بخورین دیگه نه طرف اینه کنه چسبیده شما دیوونه ای ناراحت نباش جبر خوشگله دنیا گذرونه میگذره دنیای خوشگلاست من تو قاقی دادی بهش خوب خودم خوردم چته داشت برزو به چی داری فکر میکنی؟ هیچیم نی چرا هست میترسی؟ من هیچی نمیترسم چرا؟ تا میترسی واس چی؟
واسه این که تو بردی. من یه امشب اولین شبمی که میبرم. اما امشب با شبایی دیگه فرق میکنه. چطور؟ میدونی داشت برزو، یه چیزی میخوام بهت بگم اما میترسم یه فکرایی بکنی. نه بگو. تو دیگه قمار نکن. چرا؟ واسه اینکه بازنده ای. من که همیشه بردم. آره میدونم، اما بازنده ای. واس چی؟ واسه اینکه قمارباز هیچ وقت برنده نیست. اگه من جایی تو بودم همین الان بلند میشدم و میرفتم پی کارم، دیگه هم گرد قاب نمیگشتم. هرچند واسه من خیلی استفاده داری، اما بیا یه جا عقلته به کار بنداز و قاپا رو ببوس و برو کنار. برو دیگه به پشتت هم نگاه نکن، انگار نه انگار. بارتو چیه؟ بریم، پاشو بریم خونه. واس چی؟ من میترسم، خیلی هم میترسم. از چی میترسی پسر؟ تو خیلی پول بردی. خب ببرم. آخه اگه بازم بازی کنی بازم میبری. خب آره، خودم میدونم من بازنده نیستم. من بازنده نیستم، همشون از دم میبرن. ترس تو وجود ما نیست. من تو هیچ کاری نمیبازم. مرد با سر پای خودش وایسه. بازم میگم پاشو بریم خونه. بیگی بیشه حرفم نزن. دلم شور میزنه. بی خود دلت شور میزنه. دیگه فکر نداره رفقا، ولی به شرطی که اون چی که من گفتم مو به مو عمل بشه. ماتت برده و چی اقا میکنی؟ برو بشین سر جاده که. خیلی خوب. بخون خلیفه. دونه 13 چوب. قربون دهنت 13. تو حسین جوجو همون دست پیشم دوش نره. تو فراری 2 برابر. تو همون دست پیش. همون 3 برابر. کاسکوز حسابه. تو علی 13 چوب. 13 چوب تمام. با اجازه همگی 40 گل عباس خلیفه رو 13 جایی. نقشه مالیده Let's go!
برزم تو سپردم نباید که باسکلانیش مریض کنه عروسیش عقب بیام بلندش کنید دیگه بده منش بده منه شما برسونش باید تو نمیاد زن تو بگیری شما نمیتونه بده منش ای عروسی خواهرمون ازالشه ایوونکی خاکی خوری شدی برزو خان برزو خان حالتون خوبه حالتون خوبه یه خورده از اون پولا بریز تو چیه من برزو خان صبر کنین بقیه‌ش هم ببری این پولا مال شماست شما اینا رو بردی اینا مال شماست نه من دیگه بستم زیادیش به دردم نمیخوره انقدر که بشه عروسی زری را بیفته بسه بیام کمکتون نه اقلا تا سر جاده وقت خشم و وقت شهوت مرد کو طالب مردی چنانم کو به کو طالب مردی چنانم کو به کو در این دو حال مردی در جهان
تا فدای او کنم امروز جان تا فدای او کنم. آرزو چی شده؟ زخمی شدی؟ چیزی نیست. دیگه از پیشم نمیری؟ نه مریم، من دیگه اومدم. همیشه پردم. چی شدی آرزو؟ هیچی. این چی؟ اینا واسه بچه‌مو خریدم.